بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. یکی از فضایل بسیار بزرگی که الله متعال نصیب انسانهای مؤمن و نیکوکار کرده خواندن نماز شب هست، نماز تهجد و قیام لیل، هم در رمضان و هم در غیر رمضان. و بالاسحار هم یستغفرون، این ویژگی انسانهای نیکوکار و متقین هست. سیدنا عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه روایتی رو نقل می کند از رسول الله صلی الله علیه و سلم که ایشان در این روایت یک راهکاری رو به ما نشان داده که با این راهکار ما می توانیم ثواب قیام اللیل را برای خودمون تضمین بکنیم، یعنی ثواب نماز تهجد به ما برسد. ایشان میگوید که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که من صلى العشاء فی جماعه فکأنما قام نصف اللیل، هر کسی که نماز عشا را همراه با جماعت در مسجد بخواند گویا که نصف شب را نماز خوانده، کأنما قام نصف اللیل، گویا که نیم شب را با عبادت گذرانده. و من صلى الصبح فی جماعه فکأنما صلى اللیل کله، و اگر کسی همراه با این که نماز شب را یعنی نماز عشا را با جماعت خونده بود نماز فجر را هم با جماعت بخواند گویا که تمام شب نماز خونده. واقعا انسان نیکبختی هست اون که شب در آخر وقتی که نماز عشا را میخواند شبش را با نماز خاتمه میدهد و میرود استراحت میکند و وقتی که بیدار می شود باز هم با نماز شروع می کند، با نماز فجر. چون این انسانهایی اگر در شب هم بیدار نشوند ثواب قیام اللیل و نماز شب به اونها می رسد و اگر برخواستند وضو گرفتند 2 رکعت 4 رکعتی نماز خوندند این مزید بر ثواب هست، فضل افزونی هست از جانب الله متعال. پس بنابراین بیاییم اگر توفیق نمیابیم که در پاس آخر شب بیدار بشویم نماز تهجد و قیام بخوانیم، حداقل این کار را که میتوانیم انجام بدهیم که نماز عشا را و همچنین نماز صبح را با جماعت بخوانیم که انشاءالله ثواب قیام اللیل و احیای شب رو الله متعال به من شما عنایت بکند. انشاءالله همیشه کوشا باشیم که راهکارهای بهتری را که وجود دارد که بهتر بتوانیم از عمرمون استفاده بکنیم، اعمالی رو انجام بدهیم که برای ما ثواب بیشتری را داشته باشند. انشاءالله همیشه در فکر چنین اعمال باشیم. یکی از این اعمال همین هست که بر نماز جماعت و خصوصا جماعت عشا و جماعت صبح انشاءالله مواظبت بکنیم. این فضیلت بسیار بزرگی هست که متاسفانه بسیاری از مردم و مسلمانان امروز از آن محروم هستند. امیدوار هستم که انشاءالله الله متعال این توفیق را به من و شما عنایت بفرماید. و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.